به نام خدا. بچه‌های عزیز سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با ویدیو خلاصه فصل دوم. دوباره این یه ذره خراب شد. خلاصه فصل دوم یعنی مثلثات از ریاضی 1. این مثلثات توی 3 تا درس تقسیم شده. این 3 تا درس چی هستن؟ درس اولتون میشه تعریف حالا سینوس، کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت و همین چیز خاصی نداره و یه دونه قانون سینوس ها. فصل دوم میشه دایره مثلثاتی که شاید بچه‌ها یه ذره از اسمش و شکلش و این چیزا بترسن، ولی اصلا چیز سختی نیست و خیلی هم راحته. فصل سوم میشه چی؟ اتحادهای مثلثاتی یا روابط بین نسبت‌های مثلثاتی که مثلا ما 2 تا اتحاد رو اینجا یاد میگیریم. با فصل اول شروع میکنیم که دیگه بچه من فرض میکنم که شما تشابه مثلثات رو بلدین و دیگه اونو رد میکنم، ولی اگه بلد نیستین برگردین کلاس 9تون اونا رو بخونید. یه ویدیو هم من احتمالاً براتون بذارم که اونجا بهتون توضیح بدم، ولی فعلا حالا چند تا سینوس و کوسینوس بهمون داده تو کتاب. مثلا گفته 30 درجه، 45 درجه و 60 درجه، سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت. اینا چی میشه؟ سینوس 30 درجه 1/2، رادیکال 2/2 و رادیکال 3/2. این میشه رادیکال 3/2، رادیکال 2/2 و 1/2. تانژانت کوتانژانت 45 درجه جفتشون یکن. اینجا میشه رادیکال 3/3 و رادیکال 3. اینورم برعکس میشه رادیکال 3 و رادیکال 3/3. همینا رو اگه بلد باشیم با قانون سینوس ها که چی بودش؟ از طریق سینوس میتونستیم مساحت مثلث رو به دست بیاریم. اس ABC مساوی است با 1/2 AB، 1/2 ضرب در AB ضرب در BC ضرب در سینوس B. حالا این مثلا میتونست به جای AB و BC مثلا AB ضرب در AC باشه، اون موقع ضرب در سینوس A میشد. و اگر که مثلا AC ضرب در BC بود، اون موقع ضرب در سینوس C میشد. این از کجا میاد بچه ها؟ دقت بکنید اینجا C توشون مشترکه، اینجا A توشون مشترکه و اینجا B توشون مشترکه. ضرب در سینوس B شده سینوس A و سینوس C. ما 2 تا ضلعی که ضرب میکنیم اون زاویه بینشون هر چی که باشه ضرب در اون میکنیم. مثلا اگر که یه همچین مثلثی به ما داده باشن A B C و مثلا این 2 تا هم 30 درجه باشن، ما میتونیم خیلی راحت مساحتش رو به دست بیاریم. این میشه 120 درجه که سینوس 120 درجه برابر با سینوس 60 درجه است. توی دایره مثلثی بهتون میگم که این چرا اینجوریه و از کجا به دست میاد، ولی خب آره اینو دیگه میتونیم راحت به دست بیاریم. اسش میشه 1/2 ضرب در 4 که آبی باشه ضرب در 4 که آسی باشه ضرب در رادیکال 3/2 که سینوس 120 درجه باشه که میشه در کل 4 رادیکال 3. کلا فصل 1 تمام اطلاعاتش همیناست. صفحه 34تون کار در کلاس 2 تا مثال زده که کامل متوجه بشید این نسبت‌های مثلثاتی به چه درد میخورن و چرا نیازه که حل بکنیم. بعد بچه‌ها چون که این فصل یه ذره مشکله و حالا کلا بچه‌ها توش ایراد زیاد دارن، 11 و 12 هم به این فصل‌ها حالا ادامه دار میشن و بیشتر مطالبش رو یاد میگیرید. اگر که دوست داشتید من حالا ویدیوی حل تمرین و حل مثالای بیشتر از مثلثات براتون بذارم، حتما کلمه مثلثات رو برام کامنت بکنید تا من متوجه بشم. میرسیم به درس دوم، یعنی دایره مثلثاتی. دایره مثلثاتی چیه؟ اسمش یه ذره عجیب غریبه. بچه‌ها اصلا نترسید، چیز عجیب غریبی نیستش. یه دونه دایره من میخوام بکشم با ابزارهایی که اینجا دارم. چه جوری ابزاراش؟ مثلا من یه دونه دایره میخوام. آره دایره اینجاست. خب خیلی دایره توپی نشد ولی آره یه همچین دایره‌ای مثلا کشیدیم. این محور x ها باشه، اینم محور y ها باشه. این بچه الان براتون یه ذره خب درکش راحت‌تر میشه شکلش دیگه. چرا نمیکشه مدادم؟ عالی شد. آها خب درست شد. این خب اگه که محور مختصر در نظر بگیریم، این مرکزش O باشه، یه دایره رسم بکنیم به مرکز O و شعاع یک واحد. یعنی الان اینجا نقطه یکه و اینجا دوباره یکه، اینجا منفی یکه،
اینجا هم منفی 1. مثلا ما زاویه تتا را اینجوری حساب میکنیم. در جهت عکس عقربه های ساعت زاویه تتا رو باز میکنیم. این روی محیط دایره مثلا میشه نقطه پی. این نقطه پی یه دونه سایه روی محور ایکس ها داره، یه دونه سایه روی محور ایگرگا داره. به این میگیم ایکس پی، به اینم میگیم ایگرگ پی. مثلا الان میخوایم که ما سینوس تتا و کوسینوس تتا رو از روی دایره مثلثی به دست بیاریم. سینوس تتا مگه نمیشد ضلع مقابل به وتر؟ ضلع مقابل به تتا چیه؟ کیو پی بر روی او پی. کیو پی همون او اس میشه دیگه، بر روی او پی. او پی مونم که 1، پس میشه خود او اس. او اس هم مگه نمیشه نقطه او تا اس؟ او که 0 و اس هم مؤلفه ایگرگ ماست دیگه، پس میشه ایگرگ پی. کوسینوسش چی میشه؟ میشه او کیو بر روی او پی، چون که او پی 1 میشه خود او کیو و او کیو هم میشه همون مؤلفه ایکس پی ما. پس بچه‌ها ببینید این نقطه که حالا ما زاویه‌اش رو مثلا رسم می‌کنیم و می‌کشیم، ایکس و ایگرگش بیانگر سینوس و کوسینوس زاویه ما هستن. حالا بودتون گفتم که سینوس 120 درجه میشه همون 60 درجه. بچه‌ها دقت بکنید، من اگه اینو ادامه بدم میرسم به این نقطه، بهش میگیم پی پریم، و اینو من با یه رنگ دیگه وصل بکنم به او. این مثلا اگر که تتا 60 درجه باشه، اینم این طرف میشه 60 درجه دیگه، پس خود این زاویه اصلی ما میشه 120 درجه. پس سینوسشون با هم دیگه برابر، ولی کوسینوسشون قرینه میشه. چرا؟ اینو قسمت بعدی بهتون توضیح میدم. یه دونه دایره دیگه دوباره باید بکشیم. من یه دونه این دفعه سعی کنم بهتر بکشم. اینو میشه یا نه؟ نه نمیتونم دایره دقیقش کنم، ولی حالا به حال همین هم فکر کنم خوب باشه. با همین کارمون رو راه میندازیم. دوباره x و y رو میکشم براتون. این x، این y. خب بچه‌ها محور جدول مختصات به 4 تا ناحیه تقسیم میشد. 1 2 3 4. توی این ناحیه های 1 2 3 4 x و y عوض میشدن دیگه. ناحیه 1 هم x مثبت بود هم y، ناحیه 2 y مثبت بود x منفی، 3 جفتشون منفی بودن، 4 x ها مثبت بودن y منفی. اینجا دقیقاً همینطوریه برای سینوس کوسینوس. سینوس تتا، کوسینوس تتا، اینا هر کدوم توی هر ناحیه مثبت منفی بودنشون رو باید چک بکنیم و اینا عوض میشن. تانژانت و کوتانژانت رو بهتون نمیگم چون که دیگه همون سینوس برای کوسینوسه و اگه یکیشون منفی باشه یکیشون مثبت، تانژانت کوتانژانت منفیه. اگه جفتشون هم علامت باشن، تانژانت کوتانژانت هم مثبت میشه. خب توی ناحیه 1 که جفتشون مثبتن اصلا سوال نداریم. ناحیه 2 ما بالای محور ایکس ها هستیم و ایگرگامون مثبته، پس سینوس مثبته، کوسینوس منفی میشه. ناحیه 3 جفتشون منفی ان. ناحیه 4 کوسینوس ها مثبت میشن چون که میایم سمت راست محور ایگرگ ها و ایکس هامون مثبت میشن، اما چون که پایین هستیم سینوس همچنان منفیه. بچه‌ها اینو حتما یاد بگیرید، نمیگم حفظ کنید، حتما یاد بگیرید. توی قسمت آخر، درس آخر، میرسیم به این نکته که سینوس 2 تتا مساوی سینوس 2 تتا به علاوه کوسینوس 2 تتا مساوی است با 1 و تانژانت 2 تتا به علاوه 1 مساوی است با 1 بر روی کوسینوس 2 تتا و کوتانژانت 2 تتا به علاوه 1 مساوی است با 1 بر روی سینوس به توان 2 تتا. و این دوتا حالا به این شرط هستن که کوسینوس تتا مساوی 0 نشه، اینم سینوس تتا مساوی 0 نشه. و بچه به همین راحتی، یعنی به همین، و بچه با استفاده از همین سه تا کلی سوال حل میشه. حالا دو تا پایینی که اثباتش رو میتونید خودتون انجام بدید و کار خاصی نداره، ولی این بالاییه رو من بهتون توضیح میدم. از این بالاییه پایینی رو میتونید خودتون به دست بیارید. ما مثلا اگر که داشته باشیم یه دونه مثلث A B C قائم مزاویه در نظر میگیریم که کارمون راحت‌تر شه و این تتا باشه. سینوس تتا چی میشه؟ میشه BC بر روی بر روی AB. و کوسینوس تتا چی میشه؟ میشه
آسی بر روی آبی. من حالا اگر که اینا رو توان 2 برسونم و جمع بکنم، سینوس 2 تتا به علاوه کوسینوس به علاوه کوسینوس به توان 2 تتا مساوی است با مساویشو میارم پایین که یه ذره حال راحت‌تر شه، جامع باز بشه. سینوس 2 تتا میشه بی سی به توان 2 بر روی آبی به توان 2 به علاوه اونم چی میشه؟ آسی به توان 2 بر روی آبی به توان 2. خب بچه ها این که مخرجشون یکی، مخرج مشترک میگیریم و میذاریم توی مخرج، کاری نداره. صورت چی میشه؟ بی سی به توان 2 به علاوه آسی به توان 2. بچه ها فیثاغورس یادتونه دیگه، این مگه همون فیثاغورس نمیشه این به توان 2 به علاوه این به توان 2 میشه این یکی به توان 2. خب ما الان اون دو تا اولیه داریم جمع میکنیم توان 2، پس میشه همون اون یکی آبی به توان 2 و روی آبی به توان 2 که میشه 1. بچه اینو حتما دیگه نیاز به حفظ کردن نداره، یه چیز بدیهی و خیلی ساده و کاربردیه، ولی اینو حتما بلد باشید. دو تا پایین هم از همین بالایی ثابت میشن و میتونید خیلی راحت حلشون بکنید. بچه باز هم یه بار دیگه تکرار میکنم که اگه فکر میکنید نیاز دارید که سوالای بیشتری براتون حل بشه، یا حالا اون تمرینایی که توی تلگرام اگه حالا عضو هستین تو گروه رفع اشکالمون مثلا اونجا کافی نیست و نیاز دارید که ویدیوی بیشتر از مثلثات براتون بذارم، کلمه مثلثات رو برام کامنت کنید، اینجوری متوجه میشم که این نیاز رو دارید و حتما یه دونه ویدیو براتون توی هفته آتی میذارم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار، شاد باشید.